امروز تو گروه فامیلی همه مشغول خوشوبش بودن. یکی عکس نهار گذاشته بود، یکی از سفر برگشته بود. خلاصه همه میخندیدن و استیکر میفرستادن. یهو یه شماره ناشناس وارد گروه شد. اول همه فکر کردن شوخیه. نوشت: سلام، من یکی از شما. یه چیزی میدونم که اگه بگم زندگی همتون رو تغییر میده. همه ریخته بودن سرش. تو کی؟ این کیو اضافه کرده؟ بابا این دیگه کیه؟ شماره ناشناس دوباره نوشت: منو میشناسید، خیلی خوبم میشناسید، فقط صبر کنید کم کم همه چی رو میگم. گروه ترکیده بود. همه داشتن حدس میزدن این کیه. یکی میگفت این قطعا شوهرخاله است. یکی دیگه میگفت نه بابا، مطمئنم این پسرم است. اما هیچکس جواب درست رو نداشت. آخر پیام ناشناس نوشت: اولین رازو خیلی زود میگم، امشب منتظر باشید. حالا دیگه همه گیج و کنجکاو بودن. به نظرت کی میتونه باشه؟ ادامه قصه رو تو قسمت بعدی ببین. تو کلین استوری کف زیاده ولی قصه هاش بیشتر.